جلسه. ممنون از اینکه در اولین گفتار سلسله نشست‌های باغبانی با عنوان باغ مرا می‌خواند شرکت کردید. مبینا گروسی هستم، عضو انجمن معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی و این جلسه با همکاری انجمن معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی و شرکت متناویس تشکیل شده. با تشکر از خانم دکتر اعتزادی و خانم دکتر رضوی بابت حضور در این گفتگو. دعوت می‌کنم از خانم دکتر اعتزادی و خانم دکتر رضوی برای شروع این گفتگو. ممنونم. من سلام عرض میکنم و خواهش میکنم خانم دکتر رضوی شروع بفرمایید. خیلی متشکرم. به نام خدا منم سلام عرض میکنم خانم دکتر اعتزادی. خوشحالم از شنیدن صدای گرم شما. از دبیر عزیزمون خانم مبینا گروسی هم تشکر میکنم برای معرفی که کردن و خصوصا برای همتی که بر برگزاری این جلسات به خرج دادن. از مدیر عامل محترم شرکت متناویس خانم از وثوقی هم تشکر میکنم به خاطر حمایتی که از برگزاری این جلسات کردن و خانم دکتر اعتزادی محبت کردن به من اجازه دادن که خوش آمد اولیه جلسه رو من خدمتتون عرض بکنم و مقدمه‌ای در خصوص چگونگی برگزاری این جلسات از لطف و محبت عزیزان حاضر که در باکس پیام ها هم جملات محبت آمیزشون رو دارن درج میکنن. خیلی خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید یک مقدمه کوتاهی بگم در خصوص این که اساساً چه شد که ما دارای جلسات باغخوانی شدیم. در جایگاه کسی که چه در انتهای دوران دانشجویی چه از ابتدای زمانی که سعادت معلمی رو داشتم در خدمت خانم دکتر اعتزادی بودم، همواره این رویداد رو داشتیم که در هنگام پرداختن به مباحث تاریخ منظر، زمانی که به بحث باغ و شناخت باغ در ملل مختلف خصوصا باغ ایرانی می رسیدیم، صحبت ها گرم می گرفت و همواره تشنگی شنوندگان رفع نمی شد تا زمان پایان کلاس ما، حتی با وجود طولانی تر شدن ساعت های کلاس. روش تحلیل خانم دکتر اعتزادی جوری بود که مخاطب رو مشتاق می کرد که به دنبال چراها بگردن. این به دنبال چراها گشتن البته که در جایگاه دانشجو برای همه عزیزان جوانمون سخت بود. یعنی شیوه ارائه کلاس تاریخ برای خانم دکتر اعتزادی، چه زمانی که در مورد تاریخ معماری صحبت میکنن، چه تاریخ شهر و چه تاریخ منظر، انتقال داده های خام انبوه نیست، بلکه مخاطب رو به تحلیلگری وامی دارند و به پرسشگری. خب این بازی و این تعامل شیرین موقعی که آغاز میشه هرگز مخاطب دوست نداره که تموم بشه و ما همیشه انتهای جلسه عده مخاطب دلتنگ داشتیم و عده مخاطب مشتاق. سال جاری این رویداد تکرار شد به بهانه دعوتی که از خانم دکتر اعتزادی و خانم دکتر فرهادی داشتیم در کلاس تاریخ منظر برای بررسی باغ‌های شرق آسیا به خصوص ژاپن. اون زمان ما از عزیزان انجمن علمی منظر درخواست کردم که اگر واقعا مشتاق شنیدن محتوا و ادامه این تحلیلگری هستید همت کنید و جلسات بحث آزادی به راه بیاندازید. خب این گفتگو پیشتر هم چند بار بین من و دانشجویان در کلاس‌های مختلف اتفاق افتاده بود، اما این بار بچه‌های انجمن علمی منظر همت کردند که واقعا دست مریزاد و این جلسات رو با عنوانی که ما پیشنهاد کردیم باغخوانی به راه انداختیم. این جلسات امید ما اینه که ادامه پیدا بکنه به دلیل اینکه باغخوانی بهانه است. در واقع بحث تاریخ و تحلیل تاریخی در حوزه‌های مربوط به آبادانی به قدری شیرینه که نه تنها به باغ محدود نمیشه، به باغ یک قوم و ملت هم مربوط نمیشه و حتی به پیکر خود باغ هم محدود نمیشه، همونطور که امروز در فرمایشات خانم دکتر اعتزادی خواهیم دید. بنابراین خود محتوا بضاعت ادامه پیدا کردن رو داره. از اون گذشته همت بچه‌های انجمن علمی همزمان شد با در واقع اوج گرفتن فعالیت‌های شرکت متناویس که از شرکت‌های مستقر در پارک فناوری شهید بهشتی هست برای راه اندازی نسخه بتای پلتفرم پرسش و پاسخ پژوهشیشون در حوزه‌های مربوط به آبادانی که اتفاقاً
داوطلب هم میگیرن برای مشارکت در آزمایش این نسخه بتا که من فکر میکنم خانم از وثوقی میتونن بعداً یه جایی لینک اطلاعات این فراخوان رو هم بارگذاری بکنن در باکس پیام ها الان یا در انتهای جلسه. و شرکت پیشنهاد کرد که حمایت بکنه برای برگزاری این جلسات به صورت مستمر، هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی. اتفاقی که خواهد افتاد چنین است که علاوه بر این که ما اینجوری در این رویداد زنده امروز از حضور خانم دکتر اعتزادی و فرمایششون بهره میبریم، نسخه ضبط شده این جلسه و نسخه نوشتاری این جلسه بعداً در پلتفرمی که به حمایت، یعنی با حمایت و به همت شرکت متناویس ایجاد میشه، برای همیشه ماندگار خواهد ماند و امکان ارجاع به این گفتگوها به عنوان یک متن علمی وجود خواهد داشت که من میدونم حداقل در مورد کلاس های خانم دکتر اعتزادی این فقدان همیشه مشاهده شده، با اینکه ایشون خودشون هم همت کردن همه کلاساشون رو در وبسایت خودشون هدایت میکنن و محتواش موجوده، اما بالاخره این گفتگوهای شفاهی به راحتی از دست میره و هر از گاهی افرادی میل دارن که محتوا رو بیابند و موفق نمیشن. بنابراین این جلسات امید ما این است که به همت دوستان و البته به لطف خداوند ادامه پیدا بکنه. من اجازه بدید که بیش از این مصدق اوقات نشم و از خانم دکتر اعتزادی خواهش بکنم که زنجیره کلام رو از اینجا ایشون به دست بگیرن. همینجا هم از ایشون اجازه میگیرم که هر از گاهی با پرسشی کوتاه کلامشون رو قطع بکنم، به خاطر اینکه بعضی از مطالبی که ایشون میفرمایند در نقاطی ما میدونیم محل پرسش مکرر دانشجویان بوده و اون مکانها رو من نشاندار کردم، ایشون هم بیشتر به من اجازه دادن، اما مکرر اینجا دوباره هم ازشون اجازه میگیرم. خانم دکتر اعتزادی مشتاق فرمایش شما هستیم. من با اجازهتون دوربین و میکروفون رو قطع میکنم. سلام عرض میکنم خانم دکتر رضوی، واقعا همت شما و بچهای انجمن اسلامی ارجمنده که وقت گذاشتید، انرژی گذاشتید و این برنامه رو تدوین کردید. طبق معمول لطف دارید و به قول معروف منو چوبکاری میکنید. من درست یک نسل از شما قدیمی ترم، یک زمانی شما دانشجو بودید و من معلمی رو می آموختم، بعد با هم دیگه معلمی کردیم و هنوزم همکارای خیلی خوبی هستیم. از لطفتون خیلی سپاسگزارم و امیدوارم این گفتگوها تداوم پیدا کنه که بتونه در واقع با یک انسجام معنایی جا بیفته در اذهان، چون با یک دو جلسه من خودم که مرور میکردم پاورپوینتی که تهیه کردم احساس میکردم خیلی ابهام ایجاد میکنه. البته قاعدتاً بهتر است که اینطور باشه، یعنی پرسش ایجاد کنه و پرسشگری رو دامن بزنه و بعد تداوم پیدا کنه و راه حل ها و پاسخ ها رو بر اساس تحقیق ها پیدا کنیم. من راستش همونطور که خودتون گفتید ترجیح میدم این جلسه بیشتر از اون که من صحبت کنم گفتگوی من و شما باشه. من و شما به هر حال سالها با هم همکاری داشتیم و ذهن همدیگر رو تا حدودی میشناسیم، به خصوص در زمینه‌ای که تدریس مشترک داشتیم. هر جا که به نظرتون میاد بلافاصله موضوع رو مطرح کنید، یا پرسش یا موضوعی که تأکید دارید بهش یا موضوعی که به عنوان ابهام میخواید مطرح کنید که جلسه پربار بشه. و همزمان هم من تست کردم، مثل این که نمیدونم چون اولین بار از این سیستم استفاده میکنم، وقتی که پاورپوینتم رو به اشتراک میذارم بخشی که کاربران هستن رو نمیبینم. اونجا هم اگر کاربران عزیز پرسشگری رو پیشه کنند و سوال مطرح کنند، حتی اگر ما از این 30 اسلایدی که من درست کردم بتونیم حتی 10 تاش رو هم نشون بدیم، ولی بتونیم مکالمه، گفتگو و بحث داشته باشیم، فکر میکنم جلسه ارزشمندی خواهد بود. بنابراین اول از همه از خانم دکتر رضوی و بعد از تمام حضار خواهش میکنم که مشارکت کنن و ما جلسه گفتگو داشته باشیم.
با اجازهتون من میرم سراغ PDF که باید بارگذاری کنم و امیدوارم که هر زمانی که یادداشتی یا سوالی از جانب مخاطبین گرامی اینجا درد شد من حتما خدمتتون عرض میکنم. من یک اشتباه اینجا کردم، فکر میکنم که باید اینو پاس کنم. بله خانم دکتر حتما لطف بفرمایید، نفر شما میبینید مطرح بفرمایید. من دوباره این بارگذاری رو فرمودید که روی ویندوز بذارم. بله ویندو رو انتخاب کنید. بله ویندو رو انتخاب کردم. بعد الان که تصویر خودم هست نمیدونم ای بابا این قبل از اینکه صحبت رو شروع کنیم من موفق شدم که تصویر PDF همو بذارم. نمیدونم چطور باز این بسته شده. معذرت میخوام دوستان، من بار اول با این سیستم کار میکنم. دیر هم آمدم، صبح جای کلاس داشتم و من دکتر رضوی هم خیلی پیگیر بودن که زودتر شروع کنیم برای تمرین این صفحه و من الان حالا تازه رسیدم به جایی که باید انتخاب کنم. خب خدا رو شکر مثل این که شد. توضیحات خانم دکتر دادن. ببینید انتظار این است که یه سلسله گفتگوهایی به عنوان باغخوانی داشته باشیم که همه همکارانی که در حوزه باغ در ایران و جهان مطالعه میکنن انشالله مشارکت داشته باشن و بتونیم گفتگوها رو، نه سخنرانی، گفتگوها رو پیش ببریم. نشست اول قرعه فال به نام من دیوانه زدند. خانم دکتر رضوی کیو انتخاب کردید شما؟ نشست اول رو من دکتر تازه من راجع به این که چرا عنوانش انقدر با عنوان گفتگوها فرق داره چیزی نگفتم، اون رو به کلام شیرین شما سپردم. یعنی با همون معلوم نیست قراره کیو بخونه. خانم دکتر اون همون دیوانگی منه که به نظرم قسمت خوشایندش به شما سرایت کرده، چون پیشنهاد عنوان از شما بود و بعد به شدت به دل من نشست، به اون دل دیوانه من نشست. به هر حال خیلی عنوان پرمعنایی رو خانم دکتر انتخاب کردم. من فکر که میکردم تو این یک هفته میدیدم که شاید 10 موضوع میشه شکافته بشه که این باغ مرا میخواند رو بخواد پاسخ بده. به هر حال یک گریزهایی من زدم، در واقع ذهن آشفتم رو تا یه حدی سعی کردم جمع جور کنم و باز پیشا پیش عذرخواهی میکنم اگر که با آشفتگی مطلب روبرو میشید، چون فکر میکنم واقعا نیاز به تأمل و تعمقی داشت که من توی یک هفته به علت مشغله زیاد نداشتم. همونطور که توضیح دادن سلسله نشست‌های باغخوانی فقط مربوط به باغ ایرانی نیست، در کل جهان ما سعی می‌کنیم باغ رو بفهمیم و باغ مرا می‌خواند هم همینطور، نه فقط ایران که در کل جهان. اما امروز باغ مرا می‌خواند رو من با باغ ایرانی حضورتان مطرح می‌کنم، یعنی اینکه ما ایرانی‌ها و باغ با هم چه میشه گفت چه نسبتی با هم داریم. به نظر من بین یک ایرانی و باغ فقط یک گفتگو و دیالوگ اتفاق نمیفته، یک بحث هستی شناختی است که ما رو با باغ پیوند میده و در واقع یک زیست دیالکتیکی داریم با باغ که متاسفانه اون زیست با زندگی مدرن و معاصر بسیار کمرنگ شده، شاید حتی از بین رفته. اما خوشبختانه به جهت اینکه
با یک پدیده فرهنگی به نام باغ روبرو هستیم در خمیره ما هست و در ناخودآگاه ما باغ ایرانی زنده است و زندگی میکنه. همینجا بد نیست یه اشاره بکنم که غالب دانشجوهایی که رشته معماری منظر میخونن یا رو باغ ایرانی مطالعه میکنن آنقدر توی مقالات اصطلاح یا بهتر بگم کلیشه باغ ایرانی یا کهن الگوی باغ ایرانی رو دیدن و خودشون هم استفاده میکنن که من سعی میکنم بگریزم از این اصطلاح، چون که میدونم اونهایی که به کار میبرن یک بار حتی نرفتن ببینن این کهن الگو اولین بار توسط چه کسی به کار برده شد، به چه معنایی به کار برده شد، در حوزه آیا روانشناسی بود یا جامعه شناسی بود یا هنر بود و اصلا یعنی چه. اما میخوام اینو بگم که باغ فی حد ذاته در خمیره ما ایرانی ها موجوده و به تعبیر یونگ که میگه راجع به کهن الگو صحبت میکنه یا آرکیتایپ یا آرشیتیپ، باغ برای ما ایرانی ها یک کهن الگوی جمعی قومی است. حالا این دیگه بحثش خود باز کردن این داستان داره. از این که بگذریم بحثم این بود که خوشبختانه در ذاتمون ما هنوز باغ رو میشناسیم، یعنی به قول مهندس بهشتی گرامی باغ رو به جا میاریم و امیدوارم که این به جا آوردن روز به روز پررنگتر بشه به کمک همین کارهای هنرمندانه که همکار عزیز خانم دکتر رضوی و یارانشون انجام میدن. در این اسلاید من گفتم که چند تا پیشفرض رو ما اگر بپذیریم بحثمون روشن‌تر میشه که در واقع این پیشفرض‌ها با مرور تاریخ باغسازی جهان به دست میاد و کسانی که تو این حوزه کار کردن این پیشفرض‌ها رو قبول دارن. از رو میخونم. یکیش این است که امر باغسازی یکی از مظاهر تمدن در جهان. شما تاریخ تمدن رو که مطالعه کنید، همونطور که معماری، هنرهای تجسمی، فلسفه، دانش‌های که دستاوردهای تمدنی بودن، انواع پدیده‌هایی رو که به عنوان دستاورد تمدن یا بهتر از واژه دستاورد مظهر فرهنگی در یک تمدن میتونیم بشناسیم، باغسازیه. و بنا به یک تعریف علمی که خانم گوتین که تلفظ درستش هم نمیدونم، یک نفری که فرانسه زبون باشه باید به من بگه گوتین هست یا گوتین هست نمیدونم، ایشون خانم دکتر رضوی میتونن کمک کنن این تلفظ رو. ایشون دو دسته باغ رو معرفی میکنه که کاملا قابل تفکیک هست از نظر او، باغسازی و باغداری، که من طی درس‌هایی که توی باغ ایرانی میدم بر اساس مطالعات توضیح میدم که ما یه خط مرزی که قاطع باشه بین باغسازی و باغداری نداریم، بلکه طیفی از باغداری تا باغسازی و از باغسازی تا باغداری رو داریم که به هر حال دو سر طیف کاملا از هم متمایز میشن. خب پس وقتی ما از باغ ایرانی صحبت میکنیم باید متوجه باشیم از اون وجهی صحبت میکنیم که قراره علاوه بر مظهر تمدن که میتونه کشاورزی و باغداری هم مظهر تمدن هستن، ولی مظهر فرهنگی است. بنابراین باغسازی اگر یک مظهر فرهنگی باشه به علت اینکه با ساختن و پرداختن مرتبطه، یک هنر محسوب میشه. خب با قبول این پیشفرض ما میدونیم که آنچه که مظهر فرهنگی هست هنر محسوب میشه و یا هنر یک مظهر فرهنگی است. خب اگر باغسازی هنره، مظهر فرهنگیه و بنابراین باغسازی و باغ ایرانی رو از زاویه دید پدیده بهش نگاه کنیم یا پدیدار بهش نگاه کنیم، یه پدیدار فرهنگی هست. بنابراین هرگاه که ما با
موضوع باغ روبرو میشیم، چه در ایران چه در جهان، روی کردمون باید روی کرد کالچرال یا فرهنگی باشه و باغ اگر به مثابه پدیدار نگاه بشه بهش، خب ما یک نوع روی کرد پدیدار شناسی فرهنگی رو باید در پیش بگیریم. محدوده گفتگوهای ما امروز باغ ایرانیه، ولی در کل این مجموعه گفتگوها که خانم دکتر رضوی پیش بینی کردن، باغ و باغسازی در همه فرهنگ ها رو شامل میشه. خب شاخه های عمده‌ای که این بحث میتونه داشته باشه، گفتم انقدر به ذهن من نکات و شاخه های قابل ارائه آمد که سعی کردم خیلی کلی و جمع و جورش کنم. این عنوانی که خانم دکتر گذاشتن، میگم و من دیوانه هم به شدت ازش استقبال کردم، باغ مرا میخواند. این خواندن چیه؟ خب بلافاصله تا میشنویم باغ مرا میخواند، یعنی صدا میزنه منو، به طرف خودش میکشه من رو، جذب میکنه من رو. ولی یک مفهوم دیگه هم داریم از خواندن که به معنی در واقع اون معنی اولی خواندن به معنی خواستن و به خود خواندن، معنی دومیش خوانشه که در واقع ما در معنای عام باغسازی رو چگونه میخوانیم، یعنی ازش چه مفهوم پدیدار شناختی میتونیم استخراج کنیم که در نتیجه شامل توصیف و تحلیل طرح باغ میتونه باشه که قطعاً با رویکرد فرهنگی باید باشه، و یا اینکه این باغسازی عام تبدیل بشه به یک مصداق. یعنی ما ممکن است که باغسازی رو در یک فرهنگ، مثلا بگیم ما باغسازی دوران قرن 17 رو در فرهنگ رنسانسی میخوایم مطالعه کنیم در ایتالیا. خب این یک جنبه عام هست که میخوایم باغ رو بخوانیم، یعنی پدیدار شناسانه باش مواجه بشیم. و یک بار هم ممکنه که یک مصداق رو بگیم، مثلا ما میخواهیم فرض کنید کاخ ورسای رو از بخوانیم و بفهمیم. بنابراین باز توصیف و تحلیل یک مصداق رو انجام میدیم با همان رویکرد فرهنگی. خب این خوانش ها با رویکرد پدیدار شناختی باغ رو به مثابه یک اثر زیستی هنری باید در نظر بگیریم. چه نسبتی با زیست اون جوامع صاحب اون فرهنگ داشته و چگونه از عرصه زیستی پاشو فراتر گذاشته به هنری تبدیل شده. در واقع همون جاییست که طیف باغداری تا باغسازی رو داریم و این موضوع زیستی هنری در مورد باغ ایرانی خیلی شفافتر و واضحتر هست و اصلا تأکید بر پدیداری زیستی و معیشتی با نام باغ ایرانی رو ما باید جدی بگیریم. باغ ایرانی صرفاً یک باغ تفرجی و تجملی و تشریفاتی نبوده. غالب باغ‌هایی که مطالعه شدن در آغاز باغ‌های سلطنتی بودن که این وجهشون غلبه داشته، اما به واقع اون چیزی که در خمیره ما ایرانی ها نقش بسته و به عنوان یک نقش ازلی میتونیم ازش یاد کنیم، به جای آرکیتایپ بگیم نقش ازلی که از انگار از آغاز در فطرت ما بوده، باغسازی در قالب زیستی معیشتی بوده که کل هم و غم ایرانی ها در پرداختن اون باعث شده که بچه هنری پیدا کنه. حالا این که چرا، ببینید میگم بحث خیلی دامنش گسترده است، چرا هم و غمشون در پرداختن باغ اونقدر زیاد بوده که به یک بچه هنری تبدیل شده، برمیگرده به اون خیال باغ
و اون آرزوی سرزمین آرمانی و اون نیاز به بهشت که بحث مفصلی داره. پس به هر حال یه سوالی بپرسم؟ بله خواهش میکنم. فقط اینو من جمع‌بندی کنم چون فکر میکنم خیلی گسیخته گفتم. یکی از در واقع خوانش هایی که ما برای باغسازی ایرانی داریم این است که از دیدگاه پدیدار شناختی اون رو به مثابه یک اثر همزمان زیستی و هنری در نظر بگیریم. خواهش میکنم خانم دکتر. ببخشید خانم دکتر، من امیدوار بودم این جلسات حضوری باشه، برای اینکه به تجربه سالها شما معمولا احوال پرسش رو در چشم‌های من می‌دیدید و من واقعا الانم من ناراحتم که صفحه رو ندارم، وگرنه میتونستیم تصاویر همدیگر رو ببینیم. نه کفایت نمی‌کرد، این کاملا رو در رو بودن رو میطلبه، ولی من جسارت کردم چون فرمودین میشه در میانه حتما خواهش میکنم. این تقسیم بندی که شما مطرح کردین پیروش چند تا سوال مطرح میشه. به خصوص از اونجایی که با شروع از این پیش‌فرض که محصول فعل معمارانه امروزه به هر حال اثر هنری شناخته میشه، اینجا شما در این قسمت اول فرمایشاتون به مصلحتی که دیدید ضرورتی دیدید که لازم بوده که تاکید کنید که باغ به مثابه اثر هنری. نخستین سوال اینه که این ضرورت چیست؟ یعنی چرا باید تاکید کردین؟ من اجازه بدید هر سه تا سوال مطرح میکنم که دیگه فرمایش شما رو قطع نکنم. بله. مطلب دیگر اینه که این گزاره که در کتاب‌های تاریخ و تئوری هنر و معماری به کرات دیده میشه که هنر محصول فرهنگ نیست بلکه خودش بخشی از فرهنگه، به این نکته اشاره داره که خصوصا در فرهنگ شرق به طور عام و در فرهنگ ایرانی به طور خاص هنر نوعی شناخته، یعنی بخشی از دانایی جمعی یا خرد جمعی است و فقط یک نوع بیان یا بازنمایی اون خرد نیست، خود خرده، ابزار خرده. سوال دوم از اینجا برمیخیزه که اشاره شما به باغ به مثابه پدیده فرهنگ ساز آیا ارتباط با این موضوع داره و پاسخ مثبته؟ آیا این علتی است که باغ این چنین ما رو شیفته خود میکنه و به خود میخوانه، یعنی به جهت آن که نوعی شناخته یا نوعی دریچه است، دریچه است به دانایی؟ من اجازه بدین فرمایشم همینجا قطع میکنم، عرضم تمام. خیلی ممنون. 2 تا سوال بود خانم دکتر، سومی رو مثل که نگفتید. این که به چه ضرورتی اثر هنری هست این رو در طول یک ترم کلاس من بازش میکنم و اینجا باید فشرده بگم. همین جمله‌ای که گفتم تمام هم و غمشون رو ایرانی ها میگذاشتن که باغ سازی کنن، این هم و غم رو گذاشتن به معنی این است که از یک ساخت و ساز صرف نیازهای مادی یا به قول هرم مازلو نیازهای لول اول فراتر بوده. این پدیده‌ای که به نام باغ ایرانی ها میشناختن در واقع خیالش اول در ذهن اونها در قالب یک سرزمین آرمانی که من همیشه میگم به سر کلاسا که شما بهشت رو اونجور که خیلی کلیشه‌وار باز همه صحبت کردن که در قرآن بهشت اینجور توصیف شده و باغ ایرانی هم و باغ‌های اسلامی هم این شباهت‌ها رو دارن، یک شباهت‌های سوری شکلی رو مطرح میکنن، در حالی که اصل موضوع بهشت یک مفهومه، یک اصل معرفت شناختیه. دقیقاً آنچه که شما گفتید که محصول، یعنی هنر محصول لزوماً فرهنگ نیست، اصلا همون درسته، واقعاً محصول فرهنگ نیست. هنر مظهر فرهنگه. وقتی مظهره یعنی محل ظهور فرهنگه، یعنی خود فرهنگه و هر هنری جزئی از همون که شما گفتید بخشی از فرهنگ، جزئی یا بخشی از فرهنگ یک جامعه است. هنر مظهر، محصول نیست. این مفاهیم رو ما باید بتونیم از هم تفکیک کنیم و به درستی این
سوال رو شما در جای خودش به اصطلاح مطرح کردید که من بتونم باز کنم. امیدوارم که روشن شده باشه. خب این دو تا سوال خیلی به هم مربوطه. وقتی که مظهر فرهنگه، پس ضرورت وجود شناختی داره برای هر فرهنگی. یعنی علاوه بر این که هنر یک بنیان معرفت شناختی داره که ما حالا اگر از بحث‌های فلسفیش فاصله بگیریم و حداقل به حوزه روانشناسیش رجوع کنیم، همونطور که شما گفتید در واقع حاصل شناخته و حاصل شناخت بودن با محصول فرهنگ بودن خیلی فرق داره، به خصوص در فرهنگ‌های شرقی. و این شناخت یا معرفت باعث میشه که یک اصل وجود شناسی یا انتولوژی هم میاد تو کار. یعنی هنر رو از دیدگاه هستی شناسی و انتولوژی هم باید تو فرهنگ‌های شرقی جایگاهش رو ببینیم و اونجاست که مفهوم زیست هم دیگه معنا پیدا میکنه. ما فکر میکنیم طبق کلیشه های رایج، اینجا من نمیدونم این فلش من دیده میشه یا نه، مثل اینکه اینجا دیده نمیشه. طبق خیلی از کلیشه ها فکر میکنیم آنچه که به زیستن انسان مربوطه صرفاً امور مادی است، یعنی خوردن و خوابیدن و همین مسکن و سرپناه داشتن و غیره، در حالی که خوردن و خوابیدن و سرپناه داشتن یک لایه عمقی هم داره که اون زیست وجود شناختی است. خب گفتن که این کرسر من دیده میشه. پس زیستی از چارچوب صرفاً امور مادی و بی ارزش فراتره، یعنی در اون چارچوب نیست و به همین دلیل با هنر میتونه چی داشته باشه؟ هماهنگی داشته باشه، همزیستی داشته باشه و بتونیم بگیم اثری زیستی هنری. خب این مسئله میشه بحث فرهنگ رو به وجود میاره. یعنی شما میدونید و همه میدونیم که فرهنگ بنیاد شکل‌گیری جوامع و تداوم زیستشون هست و تمدن از فرهنگ زاییده میشه و دستاوردهای تمدنی خیلی در واقع از جهت شناخت و معرفت شناختی در لایه‌های بالا روتر و سطحی‌تری هستند تا دستاوردهای، نمیتونم بگم دستاورد، تا مظاهر فرهنگی. نمیدونم جواب سوالتون رو چطوری دادم، یه مقدار شاید پیچیده شد، ولی اینی که شما فرمودید که برخلاف آنچه که می‌نویسن هنر محصول فرهنگ، من قبول ندارم. تقریبا دیدم با شما یکیست. بخشی از فرهنگ به علت اینکه مظهر فرهنگی، یعنی بخش‌های مختلف فرهنگ در مظهرهای متعددی ظاهر میشن. خب پس هنر اگر که محصول فعل معمارانه باشه، خود فعل معمارانه چیه؟ فعل معمارانه خودش یک مظهر ظهور فرهنگ زیسته. خب به هر حال من همواره عقیدم این است که وقتی از معماری، هنر و باغسازی ایرانی صحبت می کنیم، بحث ما یک بار در حوزه معرفت شناختی باز میشه و این حوزه معرفت شناختی یک زیرساخت و یک پایه وجود شناسی هم داره که با عالم هستی چه نسبتی ما داریم و این آثاری که یک فرهنگی که به نام فرهنگ ماست مظهرش هست چه جایگاهی در عالم هستی داره، که خب بحث رو دیگه میبره به جاهای خیلی پیچیده تر. اگر فکر میکنید تا حدی موضوع روشن شده،
عبور کنیم از این موضوع. خواهش می‌کنم خانم دکتر. من فقط برای اینکه شما فرمودین 3 سوال گفتم ولی 2 تا رو مطرح کردم، فکر می‌کنم جمله بندیم چندان کامل نبود. یک بخشی از بحث به این موضوع برمیگرده که شما فرمودین مظهر فرهنگ یا مظهر دانایی. نکته دیگر، حالا بالاخره بعضی از نظریه‌هایی که وجود داره به نظر هم میاد که خوب است محل تأمل باشد، این است که نه تنها مظهر دانایی است بلکه ابزار دانایی است. حالا اندیشمندانی که به این موضوع قائل هستند به این اشاره می‌کنند که پیش از ابداع زبان آنچه که ابزار شناخت بوده تصویر بوده. یعنی اینجا پیش از بیان موضوع هنر مطرح میشه، ابزار شناخت است. حتما این جمله هم برای همه ما آشناست که موقعی که در مورد زبان صحبت میکنیم میگیم زبان ابزار اندیشه است، نه فقط گزارش اندیشه. اگر همین اعتبار رو برای هنر قائل باشیم، من فکر میکنم تحلیل ما رو از همه هنرها از جمله هنر باغ و باغسازی به سطح دیگری میبره که اتفاقا به فرمایش امروز شما خیلی نزدیکه. عرضم تمام شد. بله خیلی ممنون. چقدر خوب شد که این ابزار رو مطرح کردید، چون جاش بود که اینجا من باز میکردم. ببینید وقتی میگیم فرهنگ سازه یعنی چی؟ یعنی یه ابزاریه که فرهنگ رو میشه ساخت با اون دیگه. در واقع با این صغرا کبرایی که من اینجا چیدم به این رسیدم که هنر نه تنها هر هنری از جمله باغسازی نه تنها مظهر فرهنگ و برخاسته از فرهنگ، بلکه خودش همزمان فرهنگ سازه، یا به عبارتی ابزار فرهنگه که شما به خوبی با مقایسه‌ای که با زبان و نقش نقوش کردید فکر میکنم روشن کردید ماجرا رو. و بعد چیزی مثل معماری یا هنرهای تجسمی، همشون باغسازی، معماری، شهرسازی و نقاشی و مجسمه سازی و غیره رو ما خیلی وقتا میگیم اینها چی هن؟ یک نوع زبان و بیان درونی و زبان و بیانی هستن که آنچه در درون انسان هست به بیرون میریزن، ولی در واقع همونطور که توصیف کردید اینها قبل از زبان شکل گرفتن. یعنی آنچه که ما امروز بهشون میگیم هنرهای تجسمی و تصویری قبل از زبان شکل گرفتن و ابزار اون فرهنگی که پدید آمده بودن و اون فرهنگ در واقع بر اساس این ابزار شکل گرفته، پس فرهنگ ساز بوده اند و هستند. فکر میکنم این عبارت فشرده‌ای که من اینجا شما باز و روشن شده باشه برای دوستانی که شنونده هستن. و اگر اتفاقا همینجا که داستان یه مقدار بحثا عمیق میشه، اگر سوالی هست کسانی که در جلسه حضور دارن میتونن همینجا مطرح کنن. من چشمم به صفحه پیام ها هست. البته دوستان اینجا بیشتر دارن اظهار دلتنگی میکنن برای شما. ای بابا من تشکر میکنم اگر اجازه بدید، چون صفحه پیام ها رو الان ملاحظه نمی کنید و هم که جلسات بعدی ما حضوری که دلتنگی هزار هم برطرف. از قول من به همه سلام برسونید. تصویر فرسوده منو دارن میبینن دیگه، انشالله که منم کاش اونا رو ببینم که رفع دلتنگی دو طرفه باشه. خب پس اینجا بحث ما بیشتر بحث خوانش بود که از فعل خواندن گرفته میشد. خواندن متفاوت با اون فراخواندنه. وقتی میگیم باغ مرا میخواند، اولین چیزی که به ذهن خطور میکنه فراخواندن، یعنی به نزد خود خواندن، صدا زدن، خواستن و تمنای چیزی رو داشتنه. در واقع وقتی میگیم باغ مرا میخواند یعنی مرا به سوی خودش جذب میکنه، یک تمنای من رو برآورده میکنه، تمنایی که من در آرزوی اون بودم و اکنون باغ مرا به اون سو میبره. این همون سرزمین آرمانیه ها. اینجا همون داستانی است که میگم که باغ ایرانی چون بنا به تعریفی که فرهنگ متقدم بر تمدن هست،
فرهنگ همزاد جوامع بشری بوده، نه دستاورد تکامل جوامع بشری. تمدن رو میشه گفت دستاورد تکامل جوامع بشری بوده، ولی فرهنگ همزاد جوامع بشریه و آرزو و تمنای اون یک سری آرمان ها از جمله سرزمین آرمانی همزاد مردم ایران بوده و این سرزمین آرمانی در صورت باغ تعین پیدا کرده. و بعد این جمله یا عبارت باغ مرا میخواند ذهن منو برد به طرف این که من هم باغ رو میخوانم، من هم یک جورایی در واقع برآورده کننده تمنای باغ هستم. یعنی باغ تمنا داره که من رو داشته باشه، من ایرانی رو با خودش داشته باشه. اگه یه ذره بخوایم وارد معقولات بشیم، یاد شعر حافظ میفتم که در یک بحث عرفانی بسیار عمیق، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود، که برای معشوق ازلی میگه در عالم زیست ما هم این اشتیاق و احتیاج به صورت دو طرفه هست. وقتی که چی پیش میاد؟ این خواندن، باغ مرا میخواند و من هم باغ را میخوانم. من چگونه باغ را میخوانم و باغ چگونه من را میخواند. این به نظر من یک اتفاق دیالکتیکیه. این که باغ مرا میخواند و من باغ را میخوانم در حد گفتگویی که در قالب دیالوگ بین دوتا پدیده باشه نیست، خیلی فراتر از اونه. در واقع دیالکتیک هستی شناختی است که در فرهنگ ایرانی باید قابل مطالعه است، یعنی جدا قابل مطالعه است. امیدوارم خانم دکتر با این همه اطلاعات، دیدگاه‌های نظری که روز به روز مطرح میشه و دارند، زمینه یک همچین تحقیقی رو فراهم کنن. اصلا تو دانشکده بتونیم ما یک ماجرای باغ مرا میخواند و من باغ را میخوانم رو موضوع تحقیق قرار بدیم. حالا بحثی که من داشتم، یعنی بحثای اصلی ما توی 6-7 تا اسلاید تموم میشه و بقیهش سعی کردم با تصاویر آنچه رو که پس ذهنم بوده در رابطه با این فراخواندن باغ من را و فراخواندن من باغ را به کمک تصاویر یه چیزایی بگم براتون. اگر ما روی باغ ایرانی تمرکزمون رو ادامه بدیم، حداقل با این چند تا جمله‌ای که من اینجا نوشتم میتونیم خیلی کلی از جاذبه های باغ ایرانی صحبت کنیم. اون جاذبه هایی که در ما اشتیاق دیدار باغ رو داره ایجاد میکنه. خب اون جاذبه ها اول و سطحی ترینش بعد حسی و بصریه که به روایت تصاویر من اینجا براتون نشون خواهم داد. و مرحله لایه بعدیش احساسی و احساس برانگیز بودن پدیده باغ هست که سعی میکنم به روایت تصویر و همینطور روایت نظم و نثر فارسی بهش اشاره کنم و عبور کنم، ولی هر کدومش میتونه یک موضوع 2-3 ساعت گفتگو باشه. و بعد یه بعد دیگهش معناییه، یعنی اینکه جاذبه باغ یک جاذبه معنایی است و یک نوع انگیزش باطنی رو ایجاد میکنه. مصداقش اون شعر مولاناست که میگه صوفی اندر باغ، صوفیانه روی در باغ نهاد. این در واقع صوفی که صوفیانه میره به باغ دنبال چیه؟ دنبال اون حسی و بصری بودن باغ نیست، چنان که اصلا رسما میره تو باغ و چشمشو میبنده. بنابراین باغ براش یک انگیزش باطنی ایجاد کرده که این رو به روایت اشعار و متون عرفانی میشه دنبالش رفت و خودش یک جلسه تفصیلی خیلی خوب و جذابی رو میتونه داشته باشه. و یه بعد دیگه
که بعد هنری هست، آثاریه که جاذبه های باغ رو به ما گوشزد میکنه. آثار هنری که بسیار زیاد در ایران ما شاهدش هستیم که با زنده کردن یاد باغ اون نیاز ما رو انگار برطرف میکنن. یعنی تصاویری که به صورت مینیاتور نقش شدن، نقوشی که روی ظروف، روی کاشی ها، روی در گچبری ها و در همه هنرهامون به صورت انتزاعی یا شبه واقع گرایانه یاد باغ رو زنده میکنن برای ما و به همین ترتیب برانگیزاننده در وهله اول حس خوب و احساس خوب و نهایتاً یک معنا در دل ما میشن که اونا رو هم سعی میکنم مصداقاشو تو چند تا تصویر کوچیک بگم، ولی خیلی جالبه وقتی من به این مصداقا تک به تک رجوع میکنم میبینم هر مصداقی رو میشه در این قالب پدیدار شناختی و روی کرده فرهنگ ایرانی ساعتها راجبش تحلیل و تعویل داشت. خب این موضوعی که خانم دکتر به خوبی بحث ابزار رو مطرح کردن، این موضوعی که ما اینجا به عنوان یک پیشفرض نه دیگه پیشفرض نه، به عنوان یک فرضیه مطرح می‌کنیم که باغ از فرهنگ برمی آید و باغ فرهنگ سازه است، خود این رو هم میشه باز رد پاشو در کل هنرهای ایرانی دید. یعنی ببینید باغ ایرانی چه ریشه های عمیقی در خمیر و ذات ما ایرانی ها داره که مظاهر گوناگون فرهنگی ما همه جا در تمام این مظاهر میبینیم باغ داره ما رو صدا میزنه. از معماریمون، از شهرسازیمون، شهرسازی ما نه یک مصداق منفرد اصفهان که تماماً از دوران اساطیر مشخص کرده که شهر ما با باغ همزیستی داره و بعد مصداقای تاریخیش رو به صورت مبهم آشنا هستیم یا سعی میکنیم بشناسیم تا اینکه میرسیم به اصفهان که به شدت اصفهان در قالب یک شهر باغیه که ما رو فرا میخونه. در نقاشیمون، در نقوشمون، در اشعار که شدید دیگه شما اصلا فقط برید این نرم افزارهایی که اشعار فارسی رو توش میشه جستجو کرد، واژه باغ رو بزنید ببینید چقدر اشعار در بسترهای متفاوت مفهومی معنایی قوالب متفاوت شعری هستن که باغ رو در خودشون دارن، این واژه باغ رو، و بعد متوجه بشیم که در واقع باغ از درون شعر فارسی هم ما رو صدا میزنه و حتی نثر فارسی. و بعد یک سری صنایع و تولیدات غیر هنری و غیر منقوش هم میتونیم جستجو کنیم که من گذاشتم اشارهش رو برای وقتی که فرصتی باشه که اینها هم باز علیرغم اینکه نقش باغ درشون نیست ولی تولیداتی هستن که یاد باغ رو در ذهن ما زنده میکنن و باز میبینیم از درون اون باغ داره جلوه‌گری میکنه. باغ مثل یک دلبری که پشت یک پرده‌ای پنهان شده و هر از گاهی پرده رو کنار میزنه، از اونجا هم ما رو فرا میخونه. در موسیقیمون اصلا ما دستگاه چهارباغ داشتیم، غیر از چهارگاه که آشناییم دستگاهی به نام چهارباغ داشتیم، به خدا رجوع کنید. و موسیقی ما با مفهوم باغ و با چطوری بگم حضور باغ، یعنی موسیقی ما غیر از اون حالا دستگاه، اصلا موسیقی ما اگر اهل دل باشیم و باغ رو خوب
در واقع اون باغ رو خوب به جا بیاریم، وقتی به موسیقی گوش میدیم، یک ضرب المثلی داریم که میگه، نمیدونم همه دارن یا ما خراسانی ها داریم، وقتی یه چیز خیلی فرح بخش و دلانگیز هست میگیم دلمون که باز میشه، مثالمون اینه، میگیم دلمون باغ باز شد. یعنی دل باز شدن و شعفناک شدن و فرح بخشی رو با باغ همسان میدونیم و دلمون باغ باز شد و واقعا موسیقی ما و شعر ما این حال و هوا رو به ما میده. پس گرچه از فرهنگ ما برآمده ولی فرهنگ سازه. فرهنگ سازه چرا؟ چون معماری رو به وجود میاره. یعنی در معماری ما حاضره، در شهرسازی ما حاضره، در نقاشی ما، در اشعار ما، در موسیقی ما. وقتی در تمام این مظاهر فرهنگی ما حاضره، انگار یک متریالی است که این مظاهر فرهنگی رو سامان داده، ساخته و پرداخته کرده. و فرهنگ ما در واقع انگار اساره فرهنگ ایرانی باغ بوده. حالا یک کمی یک گریزی اینجا میزنیم که شاید در همه فرهنگ ها یا در جهان آغازین نمونه ها باغ‌های شکارگاهی بودن و بعد اجازه میدین من یک مکسی اینجا ایجاد بکنم؟ بله خواهش نگران هستم که سوالات حضار باقی بمونه. 2 نفر از عزیزان سوالی پرسیدن. یکی از سوالات رو من به طور دقیق متوجه نشدم، اما خدمتتون میخونم. مرحوم کردن با عنوان معماری قم، باغ از نگاه ناظر که همون من در باغ مرا میخواند هم هست. بفرمایید خانم دکتر. متوجه سوالشون نشدم. به نظرم میاد که بیشتر نگران برداشت ناظر از باغ هستن. اگر اشتباه میکنم میتونن یادداشت کنن، من خدمت شما عرض کنم. خانم زینب مرادی فرمودن باغ مرا میخواند، شاید بتوان تعبیر کرد که باغ حضور انسان را تمنا دارد و با ارتباط دو طرفه که فرمودین بدون حضور امکان ندارد. حالا من خودم هم سوالی برای این قسمت از فرمایش شما داشتم، ولی مکس میکنم شما اول سوال این عزیزان رو پاسخشو بفرمایید، بعد من سوالم رو عرض میکنم خدمت. اون سوال اولی که گفتن از نگاه ناظر، رابط میکنن از نگاه ناظر من تبیین کنم باغ رو، نمیدونم، اون رو سعی میکنم در قالب اسلایدایی که نشون میدم تا حدی روشن کنم، نه به صورت کاملا ریزکارانه که خودش مبحثه، ولی بر اساس اسلایدا این که ما باغ رو چطور میبینیم و چطور درک میکنیم کم و بیش بیان میشه. امیدوارم جوابشون رو اونجا بگیرن. بله. این که گفتن انسان، من فکر کنم درست درک کردن. حضور انسان، تمنای حضور انسان رو داره، همینه. باغ تمنای حضور من را داره و من تمنای حضور باغ را دارم. این همون بحثیه که گفتم فراتر از دیالوگ و گفتگو هست، بلکه یک مبحث دو تا پدیداری هست که با همدیگه که درگیر میشن، از درونش اون فرهنگ سازی به وجود میاد، به اون مظهر فرهنگی که تمام هنرهای ایرانی از اونجا فوران میکنه. یعنی انگار سنتز این دیالکتیک میشه کل هنرهایی که ما اینجا الان اسم بردیم، از معماری تا موسیقی. این بر اساس در واقع برداشت شخصی من هست، نه بر اساس تئوری و نظریه خاصی، ولی از ردیف کردن و صغر و کبرایی که براتون چیدم به این نتیجه میرسیم که این دیالکتیک درگیر شدن انسان با پدیدار باغ و باغ با پدیدار انسان و بعد جوشش سایر مظاهر فرهنگی ماست که بنمایه همشون این باغه، این تمنای سرزمین آرمانیه، تمنای بهشته. امیدوارم که پاسخم
قانع کننده بوده باشه. خانم دکتر، سوال ها کمی مفصل تر از این شده. البته اگر من بخوام بفرمایید. خلاصه بکنم، بعضی از بله دوستان به وضعیت یا در واقع گونه تعامل انسان امروزین با باغ، یا اینکه مثلا چرا باغ‌ها احیا نمی‌شود، در فرمایش یکی از عزیزان اینجا هست، یا در واقع رابطه بین هنر و فرهنگ و دیگر مباحث پرداختن. من بیم این رو دارم که فرمایش شما بیش از حد منقطع بشه. اگه اجازه بدید من بعضی از این مباحث که مربوط به وضعیت مفهوم باغ و کالبد باغ در عصر حاضر هست خواهش بکنم که هم خانم گروسی هم خانم بوزوقی یادداشت بکنن برای جلسه آینده شما. چون هنوز ما به باغ در جهان حاضر نرسیدیم. شما دارید با یک رویکرد پدیدارشناسانه مفهوم باغ رو میکاوید. من فکر میکنم میشود این سوالات رو اگر که عزیزان هم به من اجازه بدن در جلسه آینده که خدمت شما هستیم مطرح بکنم و شما پاسخ رو بفرمایید. بله، واقعیتش همینه خانم دکتر. یعنی جاش این است که ما اول وضعیت دیروزین رو بشناسیم تا بتونیم وضعیت امروزین رو بیان کنیم. بنابراین این اصلا جاش در یک مبحث بعدی هست. بحث رابطه هنر و فرهنگ هم که تا جایی که میشد مطرح کردیم من و شما هر دومون. نمیدونم بیش از اون اگر چیزی میخوان، خب البته جای بست موضوع فراوانه. ولی در حد کلیاتش هم من و هم شما گفتیم. نمیدونم حالا چه چیزی رو میخوان. میشود به اقتضای فکر کنم در زمان مرور مصادیق جای صحبت کردن در این موضوع باقی میمونه. یکی از عزیزان مرحوم کردن که رابطه بین فرهنگ و هنر رابطه بین امر بالا و امر زیباست. من خودم قدری تردید دارم در این گزاره، در قطعیت این گزاره، ولی خودم اجازه نمیدم که به جای شما پاسخ بدم. ولی در مورد حالا من خودم هم سوال داشتم، منتها انقدر بحث معنایی باغ به نظر میاد که دوستان رو جلب کرده. من سوالم نسبت به بحث احساسی باغ بود. فقط یک از دوستان که به نظر من بله ما باید به تو چارچوب از احساسی جلو بریم تا به معنایی برسیم در جلسات بعدتر و بعدتر. یعنی لایه ها به عمق هرچی بخوایم بریم، اول لایه های سطحی رو باید بدونیم تا بعد بتونیم به عمق بریم. بله خانم دکتر، به خصوص که شما بحثی که در مورد رابطه احساسی یا احساس برانگیزی باغ میفرمایید خودش هم استعداد عمیق شدن داره. یعنی حالا من در قالب سوال میخواستم خدمتتون مطرح بکنم که پاسخ شما ثبت بشه در ضبط جلسه، و اون این که این جاذبه های احساسی که به صورت تدریجی در نزدیکی به موضوع به وجود آوردید شما، که من فکر کنم ظرایف پدیدارشناسانش در ادامه مباحثی که شما مطرح میکنید. اما این نکته مهم اینه که اگر داریم در مورد به خصوص اون احساس برانگیزی، اگر داریم راجع به اون چیزی صحبت میکنیم که به هر حال روانشناسان با تعبیر هیجان یا عاطفه ازش نام میبرن، آیا داریم در مورد اون عکس‌العملی از انسان به محیط صحبت میکنیم که مقدم است بر تعقل و استدلال و منطق، یعنی زودتر اتفاق میفته، گاهی وقتها عمیق‌تره و به طور دیرینه ضامن بقای انسان بوده. آیا داریم این نظریه رو مطرح میکنیم که باغ در اون سطح، در سطح در واقع کنش‌های بسیار بنیادین هم بر احوال ما اثر میذاره؟ که من فکر کنم پاسخ شما به این سوال من کمی در مورد تمنای حضوری که دوستان هم میگن هم موضوع رو باز میکنه. چون همیشه بین ما این صحبت بود که در بین انواع مداخله انسان در محیط، باغ و باغسازی اون نوعی از مداخله است که مراقبت دائم میطلبه، بنابراین به خودی خود یا به فرمایش شما فی حد ذاته اساساً نشانه حضوره. یعنی به محض اینکه حضور رو ازش قطع بکنیم باغ اساساً دوام نمیاره. شما هر مرتع و هر زمین کشاورزی دیگری رو ممکنه 1 سال رها بکنید، اما باغ اساساً بضاعت رها شدگی نداره. به محض اینکه رهاش بکنید ناپدید میشه و نابود میشه. معذرت میخوام اگه عرضم طولانی شد. خیلی جالب بود. بحث احساس جای عمیق شدن داره قبل از اینکه ما وارد معنا بشیم. بله بسیار. یعنی من ببینید اینجا که من سعی کردم جاذبه ها رو یه دسته‌بندی خیلی کلی و اولیه بکنم، هر کدوم از اینها خودش لایه‌های متعددی داره که از سطح به عمق میره.
بعد حسی و بصری خودش چندین لایه داره. احساس برانگیزی و ایموشنال بودن خودش لایه بندی داره و بعد همینطور به کنار. یعنی واقعا هر کدوم از اینها جای بحث های جدی داره و هر کدوم از یه حوزه‌ای. بحث حسی و بصری رو ما در حوزه ادراک و دانش ادراک میتونیم دنبال کنیم. احساسی و ایموشنال رو در چندین حوزه هم فلسفی و هم روانشناختی میتونیم دنبال کنیم و بعد در حوزه معنایی و عرفان و اینا وارد بشیم. هر کدوم از اینا لایه‌های خودشو داره و لایه بودنش خیلی مهمه. ضمن این که اون بحث حسی و بصری و ایجاد تا برسه به احساسی که میشه برانگیختگی، شعف، شور، ذوق، تمام اینها خب کاملا میره توی همون داستان ارتباط دو جانبه باغ و انسان. چه نوع حس شعف و چه نوع ایموشنی رو باغ ایجاد میکنه خودش موضوع بحثه. آیا اون ایموشنی رو باغ ایجاد میکنه که مثلا دیدن موجهای عظیم و غولاسای دریا که همزمان که زیباست یک هول و هراسی یا یک نوع حس ابهتی در دل ایجاد میکنه، این دوتا با هم یکیه؟ اینا جای بحث داره. بحث زیبایی و والایی رو کردن. خودش من نمیدونم چطور زیبایی رو از والایی جدا کردن. غایت زیبایی والایی است یا غایت والایی زیبایی است؟ یعنی والایی در قله خودش چیزی جز زیبایی نیست. بنابراین این رو دوتا رو نمیشه جدا کرد از هم. فکر کنم به اون تفکیک ادموند برک که The Beautiful and the Sublime از هم جدا میکنه، شاید به اون نظریه ارجاع داره. ببینید اون والایی همین دیگه، باز باید متوجه بشیم که والایی رو در چه معنایی به کار میبریم. در معنای جلال و جبروت اگر به کار میبریم، بله این دوتا از هم جدان، در عین حال که چی دارن؟ تعامل دارن و در یک مسیر تکاملی با هم دیگه تعامل دارن که برمیگرده به مباحث، یعنی توجیه خیلی جذاب و روشن و شفافش در هستی شناسی شرقی و به خصوص شرق دور قابل پیگیری هست که دوستانی که به اون فرهنگ آشنان یا مطالعه کردن میفهمن که من دارم به چی اشاره میکنم. الان جای باز کردنش نیست. ولی این بیوتیفول و سابلایم در یک دنیای علمگرای تجزیه‌گرا به طور منفک از هم تعریف شده، در حالی که در همون جا هم وقتی به عمق مباحث که از سابلایم صحبت میکنه و از بیوتی صحبت میکنه میرسیم، میبینیم اینها با هم تعامل دارن و بدون هم معنی ندارن. و البته اون چیز همیشگی رو به اصطلاح اون صحبت همیشگی رو پیش میکشه که اگر تاریکی نبود روشنی رو نمیفهمیدیم و اگر روشنی نبود تاریکی رو نمیفهمیدیم. این بیوتی و سابلایم هر کدوم عاملی برای شناخت آن دیگری، ولی یک بحث معرفت شناسی هم در فرهنگ خود ما ایرانی ها، یا در واقع میشه گفت هستی شناسی و معرفت شناسی ایرانی که در اسلام تبلور خودش رو پیدا میکنه، این است که زیبایی در معنای کمال یافتش از بیوتی جدا میشه، یعنی از وجه جمالی جدا میشه، از وجه جلالی هم جدا میشه. در واقع ترکیب این دوست که یگانه است و واحده، یک دوالیته رو به یک یگانگی میرسونه که اینا رو دیگه اگه بخوایم واردش بشیم خیلی مبحثمون رو پیچیده میکنه. ما میخوایم فعلا اگر بشه حداقل در بعد حسی و بصری و نهایتاً احساسی و احساس برانگیزی، اگر شما موافق باشین، باغ ایرانی رو یک
تبیین و تحلیل پدیدارشناسانه ازش بکنیم تا اینکه بحثای فلسفی و معرفت شناختیش رو بذاریم برای اواخر بحثایی که ما راجع به باغ تو هر فرهنگی خواهیم داشت. خواهش می‌کنم دکتر. من کاملا موافقم، به دلیل اینکه پرداختن به بحث‌های حسی و هیجانی در واقع اون خط ارتباط بیان باغ و عموم مردم رو روشن میکنه. فکر کنم نقطه از دست رفته ای نباید باشه، چون ارتباط باغ با فرزانگان که خب سطح دیگری از بحثه که خیلی از فرمایشات دوستان به اون سطح برمیگرده. با این حال جناب کیکاووس امینی که پیشتر در یک جمله خط محبت آمیزی هم برای شما نوشته بودن، مطلب اینجا نوشتن که من برای اینکه مبادا گم بشه در گفتگوهای جلسه خدمتتون عرض میکنم داوری در خصوص این که الان وقت پاسخ دادن به فرمایش ایشونه یا دیرتر به خود شما میسپارم. فرمودن که آیا تنوعات مصداقی باغ، حالا الان شما چون دارید وارد مصادیق هم میشین شاید بد نباشه این رو عرض کنم خدمتتون. بله. فرمودن که آیا تنوعات مصداقی باغ در اشکال و مقیاس‌های مختلف دارای دلالت مشترکی است که بتوان با کلان مفهوم مینو از آن یاد کرد. کلان مفهوم مینو به عنوان بینشی بنیادی در فرهنگ ایرانی که با آرزوها، جهان نگریها و تبیین وظیفه انسان در گیتی مرتبط است. فکر میکنم این بی ربط با مباحثی نیست که شما قصد دارید امروز مطرح بکنید. بنابراین من این مطلب رو خوندم، حالا شما هر جا صلاح تونستید ارجاع بفرمایید. بله خواهش می‌کنم. اولا سلام عرض میکنم آقای مهندس امینی. خانم دکتر نمیدونم آشنا هستید با ایشون یا نه، از سال بالایی های خودمون هستن، بسیار بگم اهل تحقیق، ولی آشنایی خاص ندارم خدمت شما. اهل تحقیق و تدبر هستن و کلاب هاوس معمار ملی رو اگر شرکت کنید بحثای خیلی جالبی رو اونجا مدیریت میکنن. بله جناب، همونه. یعنی وقتی که من خیلی ساده به زبانی که عامه مردم بفهمن میگم باغ ایرانی تعین یک خواست و یک آرزویی است از سرزمینی آرمانی. یعنی سرزمینی آرمانی در خیال ایرانی نقش بسته که اون هم در واقع زمینه هاش رو باز میشه پیگیری کرد که چطور این سرزمین آرمانی که همون جهان مینوی است که شما اشاره کردید یا کهن مینو که خیلی داستانش ریشه دار و قدیم هست در فرهنگ کهنی مثل فرهنگ ایرانی، غیر از این هم نمیتونه باشه. ما داریم واقعا حضار جلسه توجه کنن، کار ما سختیش در این است که داریم راجع به ایران و فرهنگ ایران صحبت میکنیم، فرهنگی که بسیار کهنه و ریشه های این فرهنگ رو باید از بین خاکسترهای انبوه و انباشته زمانهای بسیار دور بیرون کشید و مورد بررسی قرار داد. به زبان دیگر این زبان ساده‌ای که من گفتم همان چیزی است که شما بیان کردید آقای مهندس امینی. اون سرزمین آرمانی که من میگم و باغ ایرانی که وقتی که ایرانی باغ میسازه اون خیال اون سرزمین رو متعین میکنه و در عالم ماده باز پردازیش میکنه. دوباره برمیگردیم به صحبتی که خانم دکتر رضوی هم کردن که این هنر در فرهنگ‌های شرقی و از جمله ایرانی، از جمله هنر باغسازی، ریپرزنتیشن نیست اونطور که در هنر بعد از دوران سنت مطرح شد و حتی میمسیس اونطوری که یونانی ها میگفتن هم نیست، بلکه در واقع باز پردازی یک حقیقت بنیادینه که ناشی از شناخته، نه از این که ما یه چیزی رو در طبیعت
در طبیعت ملموس دیدیم و اون رو ریپرزنت میکنیم، یا در طبیعت و هستی محسوس اون رو تجربه کردیم و تجربه رو در ذهنمون پروسس کردیم و بعد ریپرزنتش میکنیم. اون نیست، بلکه ناشی از شناخته که در آغاز کار خانم دکتر رضوی به خوبی به این شناخت اشاره کردن. آنچه که من میگم بازپرداختن یک حقیقته که حاصل ذهن به اصطلاح آنالیتیک نیست، حاصل یک ذهن اپیستمولوژیکه، یک ذهن معرفت شناسنده یا معرفت شناختیه. خانم دکتر نمیدونم حرفام خیلی پیچیده نشد؟ خواهش می‌کنم دکتر. آقای منصمی لطف کردن، فرمودن سلام مجدد، روز بیکران بسیار عالی و دقیق. و اجازه بدین بقیه رو هم بخونم. بسیار عالی و دقیق گفتید و بسیار ممنونم از لطفتون. جناب فرشاد میرحسینی، من عذرخواهی میکنم اگر بعضی از حضار رو نمیشناسم. فرمودن که درباره اون قسمت از صحبتاتون که فرمودین معماری ایرانی در دوره اسلامی تبلور پیدا کرد، چیز دیگه ننوشتن در ادامش. من فکر میکنم احتمالاً نوشتهشون رو کامل میکنن. شما صحبتتون ادامه بدین خانم دکتر، من فرمایشتون رو قطع نکنم. البته من نگفتم معماری ایرانی، فکر میکنم یا بحث معرفت شناختی رو گفتم یا هنر رو به طور کلی. بله، منم خاطر ندارم که شما به این ترتیب اشاره کرده باشید که معماری ایرانی در دوره اسلامی تبلور پیدا کرد، چون به هر حال من شاید شما رو من میشناسم. درست شما میدونید که ذهن من چیه. اگر هم یه وقت یه لغلقه کلامی پیش بیاد میتونید شما درست در جا بگید که این اشتباهه. من خاطر ندارم همچین اتفاقیات افتاده باشه در فرمایش شما. شاید جایی برشی از کلام شما جا افتاده که اینجوری احتمال. بله. عذرخواهی می‌کنم. ببینید، یک بینش هستی شناسایی در ایران ما داشتیم، در همون ایران بسیار کهن، که این بینش هستی شناسانه در دوران اسلامی شکوفا میشه. یعنی آنچه را که در فرهنگ اسلامی هست انگار پرورش میده و اون بنیاد و ریشه‌ای که بوده در خود ایران انگار یک آمیزشی اتفاق میفته و این پرورنده میشه و شکوفا میشه، که بعد حالا به طور مثال بسیاری از هنرهای ما و از جمله در حوزه تفکر و اندیشه عرفان ما هست. اینو دیگه بحثاش باز میگم، هر کدوم خودش یک سلسله نشست میخواد وارد هر کدوم از این بحثا بشیم، ولی لزوما از معماری من صحبت نکردم. خب چی کنیم حالا خانم دکتر؟ خواهش می‌کنم دکتر شما فرمایشتون ادامه بدین. فرمودن که پاسخمو گرفتم. خدا رو شکر. ادامه بدین. الان 1 ساعت و 13 دقیقه از جلسه گذشته. من فکر می‌کنم که ما تا 2 ساعت جا داریم. اگر شما اجازه بفرمایید بعدش فکر می‌کنم ما بقیه گفتگو رو می‌تونیم بذاریم. بله. حرف خیلی زیاده و من فکر می‌کنم کسل کننده میشه. سر 2 ساعت تمومش می‌کنیم ان شاءالله. از کهن‌ترین باغ‌هایی که در تمام فرهنگ‌ها میشه دید و بررسی کرد باغ‌های شکارگاهیه که به هر حال با خصلت انسان در دوره خاص که دوره شکارگری بوده ریشه داشته در اون خصلت، و بعد در دوره بعد از شکارگری هم به عنوان یک نوع محیط‌های تفرجی استفاده می شده که ما رد پاش رو باز میگم در اون فرهنگ کهن ایرانیمون در اشعار شاهنامه به صورت اسطوره ها و داستان ها و افسانه ها داریم و واقعیت تاریخیش رو حداقل در طاق بستان که در این دیوارش درست در این نقطه نقش یک شکارگاه هم حجاری شده و اینکه این محیط یک محیط طبیعی بوده و یک شکارگاه طبیعی بوده و انسان درش دست برده و تبدیلش کرده، یعنی یک خلاقیت هنری و در واقع
کاری در حد معماری منظر کرده و این فضا رو تبدیل به یک باغ شکارگاهی کرده، جزء انواع و گونه‌های باغ ایرانی هست که باز اگر بخوایم راجع به این باغ‌ها هم صحبت کنیم، این که این باغ‌های شکار چه کسانی رو و چگونه فرامی خواندند خودش دامنه بحث گسترده‌ای داره که باید یک جای دیگری ازش صحبت کرد. اما این کاشی رو خانم دکتر، این کاشی دیروز پریروز تو واتساپ به من رسید، عکسش هم ببینید مورب گرفته شده برای اینکه بغل یک پله نصبه. یکی از دوستان من که از کالیفرنیا سفر کرده به کجا خدایا، یکی اسم من یادم میره، یکی از این کشورهای آمریکای مرکزی، و اونجا توی شهر یه پلکانی هست که روی پلکان کاشی های از کشورها و فرهنگ‌های مختلف نصب شده، از جمله این که توضیح هم داده که این کاشی مال ایران هست. و بعد دیدم عجبا، درست وقتی اینو برای من فرستاد که من دارم راجع به باغ فکر میکنم. ببینید این شاهزاده یا پادشاهی که سوار بر اسب و باز یا شاهینی که روی انگشتش نشسته، که امروزه ما میشنویم که این شاهین‌های ایرانی رو قاچاق میکنن به جزایر و سواحل جنوب خلیج فارس و در اونجا شاهزادگان قرن 21 روی انگشتشان شاهین پرانی میکنن و شکار میرن. به هر حال یک سنت ایرانی سواره بر اسب و محیط رو نگاه کنید، این گلها رو که نقش بسته و بعد حتی بنای کوشک مانندی که اینجا هست نشان از این داره که این باغ هم میتونه یه باغ شکارگاهی باشه که سواره درونش حرکت میکنن. شاهین خودش نشانه این است که کسی که به شکار میره شاهین رو دستش یا روشونش حمل میکنه. و بعد ساخته و پرداخته بنایی کوشکی برای اقامت کوتاه هست، همینجور که اینجا یک ایوانی برای نشستن و اقامت کوتاه و بعد ایوان دیگری حجاری شده. خب اینها بیشتر از اونی که من بخوام حالا رابطه حسی هیجانی عاطفی باغ شکارگاهی رو با انسان یا اون رابطه دیالکتیکیش رو بگم، میخوام اشاره کنم به قدمت رابطه انسان ایرانی با باغ به حدی که تظاهراتش در هنر ایرانی هست. وگرنه باغ شکارگاهی خب قرون وسطا در اروپا، خانم دکتر بهتر و بیشتر از من میدونن و الان دارن درس میدن، بسیار فراوان بوده و تا قرن 19 هم این پارک های شکارگاهی اشراف انگلیسی و فرانسوی رو ما رد پاشو داریم و تو فیلم ها میبینیم. اما این که این فضاها اونقدر عجین باشن با با انسان ایرانی، عجین باشن با زیستش، با درکش، با اندیشش، که حضورشون در تصاویر، در نقوش، در هنرها تداوم تاریخی داشته باشه، ما به این صورت نمیبینیم. مقطعی دارن، نقش‌هایی، تصاویری، ولی ما همون بحثی که راجع به تداوم تاریخی باغ رو داریم که به همون دلیل میگیم باغ ایرانی یکی از 3 سنت باغسازی در جهانه، چون هم تداوم تاریخی داشته و هم گستره وسیع جغرافیایی رو در بر گرفته. خب یکی از نمونه‌هاش همین باغ‌های شکارگاهیه که مربوط میشه به زمانهای بسیار کهن، ولی میبینیم که این سنت هم تا این اواخر وجود داشته. یعنی ما پادشاهان قاجار اصلا باغ‌هایی که میان در شمیرانات میسازن، گام اولیش باغ‌های شکارگاهی بوده، یا یعنی دیگه قاجار آخرین سلسله. و بعد من خودم، خانم دکتر رضوی اون زمان دنیا نیامده بودن، ولی من که بودم، محمد رضا شاه پهلوی هم شکارگاه داشت
گردنه قوچک که همه شما الان میشناسید جزو شکارگاه‌های سلطنتی بود. البته خیلی مدرن شده بودن، باغ شکارگاهی نمی ساختن و اون تجهیزاتی که ما در دوران قاجار تا دوران قاجار داشتیم برای باغ‌های شکارگاهی عوض شده بود. با ماشین‌های مخصوص و با لندروور رو با سلاح‌های مخصوصی می‌رفتن شکار، ولی محدوده سلطنتی تابلو داشت که شکارگاه سلطنتی بخشی از نواحی شمشک و گاجره و گردنه قوچک و اطراف تهران در واقع همون شکارگاه‌های قاجار تبدیل شده به شکارگاه‌های پهلوی. یعنی این سنت که یک سنت از انسان‌های نخستین ایران شروع شده بود و به پادشاهان و نهایتاً سلسله‌های پادشاهی متأخر رسیده بود، قدمت بسیار زیادی داره و فقط قدمتش مهم نیست که تأثیرش مهمه، تأثیر حضورش، همون حضوری که باز اینجا صحبتش شد. باغ حاضره در لحظه لحظه زندگی ما و در حوزه های مختلف زندگی ما، نه فقط در حوزه تشریفات درباری، نه فقط در حوزه باغ‌های اربابی که معیشت کشاورزی ایران رو سامان می‌دادن، بلکه حتی در حوزه شکار و تفرجی که با شکار حاصل می‌شده. و باز میشه گفت که تداومش و قدمتش و حضور متداومش مهمه. توی نقوش هم ما میبینیم و شاهد مثالمون همین نقوش هستن که میتونیم به دورهای تاریخی باغ‌های شکارگاهی پی ببریم. خب اینجا یه چیزی که خیلی وقتا در اون آغازی که روی باغ ایرانی مطالعه شد همه گفتن که باغ ایرانی پاسخی بوده برای محیط بیابانی و من توضیحی که میدم این که خیلی وقتا بعضیامون به اشتباه میگیم برای مقابله با کویر یا محیط کویری. باید دقت کنیم. من همیشه دانشجو توضیح میدم که وقتی ما در حوزه آکادمیک و دانشگاهی کار میکنیم واژگان و اصطلاحات رو به درستی به کار ببرید. ما در کویر هیچ گونه امکان رویش نداریم ولی در بیابان داریم. ما این سرزمین هایی که آبادی های ما در اونجا پراکنده هستند و این باغ ها، غالب این باغ ها منشأ پیدایش آبادی ها بودند و یا اینکه آبادی اگر وجود داشته باغ ها عامل توسعه آبادی بودند. ببینید باغ نقش زیستی مهمی داره تو ایران، فقط ایجاد هیجانات زیباشناسانه نیست بلکه نقش زیستی داره، یا عامل ایجاد آبادی است یا عامل توسعه آبادی و اینها در حاشیه کویر شکل میگیرن، در محیطی که ما بهش میگیم بیابان. حالا تفسیر باز پدیدارشناسی بیابان از چارچوب حوزه زبانشناسی که بریم و بعد اینی که در جواب بیابان ما خیابان رو داریم. دقت کنید اگر اینجا تماما بیابانه ما خیابان رو داریم. در ریشه شناسی این واژه خیلی بحث و شک هست ولی مشخصه که اون آبان آخرش با آبان بیابان یکیه. این با آب تعریف شده و این بدون آب تعریف شده. این دوتا رو خیلی همیشه به عنوان یک پاسخی، باغ رو پاسخی برای یک پاسخ اکوسیستمی برای این اکوسیستم بیابانی فرض کردن. ولی ما وقتی میرسیم به این که باغ ایرانی فقط یک پدیده محدود زمانی و مکانی نیست بلکه در زمان و مکان بست پیدا کرده و از حوزه یک دستاورد تمدنی فراتر هست بلکه یک مظهر فرهنگی. این دوتا رو خیلی دقت کنید. مظهر فرهنگی با دستاورد تمدنی خیلی فرق داره. حالا مثالاشو میشه بعداً مطرح کرد. خب پس وقتی میشه مظهر فرهنگی، درسته خواستگاهش یک همچین موضوعی است
ولی از این خاستگاه پاشو فراتر میذاره، چون مظهر فرهنگیه. هر جایی که فرهنگ ایران حضور داشته باشه، باغ ایرانی حضور داره، همونطور که زبان ایرانی حاضر شده. شما در خاک ایران اقلیم‌های گوناگون دارید. باغ ایرانی فقط در موقعیت بیابان‌های حاشیه کبیر که پدید نیامده، باغ‌های متعددی در مناطق پایکوهی و کوهستانی ما داریم و باغ‌هایی که معروفن دیگه، باغ‌هایی که در جنگل‌های مازندران، در یک محیط جنگلی ما باغ داریم. چطور میتونیم بگیم که باغ بر اساس یک تضاد اکولوژیکی شکل گرفته؟ اینجاست که نشون میده باغ دیگه فراتر از یک دستاورد تمدنیه، بلکه یک مظهر فرهنگیه و چون فرهنگیه بست پیدا میکنه. هر جا که فرهنگ ایرانی نفوذ کنه و حضور داشته باشه، باغ ایرانی هم حضور پیدا میکنه، چنان که در اقلیم مدیترانه‌ای اسپانیا حضور پیدا میکنه، چنان که در آب و هوای گرم و شرجی شبه قاره هند حضور پیدا میکنه. پس دیگه باغ ایرانی یک پدیده اقلیمی نیست، برمیگردیم به این که همون پدیده فرهنگیه. اما خواستم اینجا توضیح بدم چون بستر غالب برای باغ ایرانی بیابان بوده و هست، این اشتباه تفسیر وجود داره. خب حالا میریم یه مقدار اون بحثای خانم دکتر ایموشنال، حسی، بصری و نهایتا ایموشنال. خانم دکتر سوالا رو هم مطرح بکنم خدمتتون؟ بله بله حتما، خواهش میکنم. آقای حمید گرامی درخواستشون این بود که راجع به خیال باغ ایرانی بیشتر صحبت کنیم. من نمیدونم، خیالم جزو مقولاتیه که میخوایم ما موکول کنیم به بعد از مبحث معنا یا خیر؟ بله خیال باغ، خانم دکتر خیال باغ ایرانی رو من 2 ساعت سر کلاس راجبش صحبت میکنم، بنابراین اینجا فقط اشاره میکنم که اون خیال بنمایه پیدایش باغ ایرانی بوده. یعنی اون خیال هست که متعین میشه و ایرانی‌ها باغسازی میکنن. یعنی وقتی باغسازی میکنن تعین اون خیاله. همین رو داشته باشن، یه زمانی انشالله راجع به خیال باغ ایرانی صحبت میکنیم. خیال همون سرزمین آرمانیه. بله بله متشکرم. خانم صدقی پور هم از همکاران عزیزمون در دانشگاه هستن، در مورد اون کاشی سوال کردن و گفتن آیا این همون کاشی مربوط به پلکان معروف سلرون در شهر ساوپائولو که اثر هنرمند شیلیاییه؟ یکی خانم وسوی گفتن که فکر می‌کنم مربوط به کاشی مربوط به دوران قاجار. حالا من نمیدونم، شما باید بفرمایید. دوست من فقط نوشته بود که زیرش نوشتن یک کاشی ایرانی، به نظرم در ساوپائولو. حالا من دوباره باید تو واتساپ نگاه کنم ببینم از کجا اینو فرستاده. میدونم که تو آمریکای لاتین سفر کرده بود و این رو فرستاده بود. بسیار عالی. نه فعلا سوال ها در همین حد بود. دادن به ما. خب ما حدود نیم ساعت دیگه فرصت داریم، شما یه ذره جلوتر بریم، از این بحثای بصری استفاده کنیم و باغ مرا میخواند. خب ببینید این عکسه. وقتی شما با واقعیت این فضا روبرو میشید، این فضا اصلا طراحیش شما را فرا میخواند. یعنی اگر فقط به طراحیش توجه کنید، با این پرسپکتیو یک نقطه‌ای که ایجاد کرده، با این بنای شاخصی که این انتها ایجاد شده، با این عناصر و جزئیاتی که شامل خاک و گل و گلکاری و بعد نهر آب با آبشارهای متعددی که داره به شما جهت میده، جهت حرکت میده و یک مسیر تماشایی رو در مقابل شما گسترده کرده، شما رو فرا میخوانه، هی به خودش میکشه. یعنی به اول از همه به درون خودش میکشه و بعد شما رو به عمق درونش، به انتهای منتها الیه درونش میکشه. خب این کاملا حسی، بصری، بر اساس ترفندهای پرسپکتیو. اگر بگیم همه چیز لطایف الحیل، چند بار من توی این اسلایدام به کار بردم، به لطایف الحیلی باغ ما رو به خود میخواند و به خود خواندنش هم انواع داره. خب این عکس ما رو در حد این که بگیم این پرسپکتیوه که ما رو میکشه و این عمارتی که این هست. یعنی وقتی داخل باغ میشید، یکی از ویژگی های اصلا ارتباط انسان با محیط در اولین وهله
با 5 تا حسش زمینه ادراک رو فراهم میاره. برای که ادراک کنید محیط رو 5 تا حستون فعال میشه و در باغ ایرانی به شدت این 5 حس فعال میشه، حتی حس لامسه. حس لامسه رو شما وقتی که یک حس رطوبتی رو روی از پشنگ شدن آب روی دستتون درک میکنید، لامستون برانگیخته میشه. کف پاتون اگر با یک محیطی که سنگریزه داره یا خاک داره یا علف داره قرار میگیره، لامستون برانگیخته میشه. حالا چشاییتون به نحو دیگری، بویاییتون که به شدت، بیناییتون که شدیدتر، تمام حواس برانگیخته میشه و هی انسان رو به عمق خودش میکشه. سیاهچاله اصطلاح بدیه، چون جنبه بیوتی باغ رو از بین میبره، ولی واقعا جاذبهش قویه، غرق میکنه انسان رو در خودش. و بعد این باغ مرا میخواند، این باغی که با این همه تفصیلات زیبا شناختی و عناصر که این فضا رو خلق کردن شما میبینید، وقت همونطور که خانم دکتر گفتن، اگر حضور انسان درش نباشه، حیاتش خاتمه پیدا میکنه و این میشه، این یادآور یه باغه. این رو ما تو راه نطنز در کنار اون مجموعه، فکر میکنم باغ‌هایی که مربوط به باغ‌های در مسیر سفر شاه عباس به خراسان از اصفهان، با مسیر سفر زمستانیش که از کویر میرفته در نطنز، باغ تاج الملک و باغ دیگه، آقای دکتر جیهانی اگه باشن ما رو ایشون بردن. این سروی که به این زیبایی نماد باغ ایرانیه و ما هممون میشناسیم، این میشه چی؟ شما تا اینو میبینید، یک ایرانی که اینو میبینه باغ در ذهنش زنده میشه. حتی اگر نسل جوان باشن که با باغ. من گاهی وقتا با خودم میگم من چقدر خوشبخت بودم، چقدر خداوند به من شانس داده که جزو آخرین نسلی هستم که زندگی تو باغ رو تجربه کردم. و اگر از باغ حرف میزنم صرف خواندن هام نیست، بلکه تجربهشو داشتم، گرچه خیلی، یعنی تمام تجربه زندگی من در باغ از نوزادی تا 10 سالگی بوده و بعد به همون دلایلی که ارباب‌ها باغ‌ها رو رها کردن و باغ‌ها از حضور محروم شدن و خودشون حضورشون از میان ما رفت، دیگه من هم تجربه باغ رو فقط در خاطرم دارم. ولی من فکر میکنم اون خاطره جمعی ایرانی، این درخت رو که میبینه، باغ در ذهنش حتی اگر بسیار تار و مبهم زنده میشه. خب این که یه سوالی بود که پرسیده بودن، باغ از نگاه ناظر. خب باغ از نگاه ناظر کجا؟ ببینید یه وقت ناظر اینجاست و باغ این آیا در این محیط بیابانی که این درخت ها در زمستان مثل درخت های خشکی هستن که انسان فکر میکنه اینا رو باید ببرن و آتش بزنن و اینها در بهار شکوفا میشن و درخت پسته هستن و خودشون باغی میشن که شما رو فرا میخوانن، ولی در پاییز شما اینجا میرید این محیط چیزی جز بیابان رو تداعی نمیکنه و اون چی که در انتهای دیدتون هست به شدت شما رو فرا میکنه. یعنی اصلا آدم اینجا که از خیز برمیداره بره ببینه اون پشت چه خبره، بره ببینه این درختا کجان، چی رو دارن در پشت سر خودشون و در خودشون با خودشون چی رو دارن. این هم همونجور. این یک نمونه است در یکی از بیابان‌های جنوب خراسان به طرف یک باغ. این یه نمونه است باغ شازده ماهانه. ببینید بستر بیابانی، این بستر بیابانی ماست. بستر بیابانی استعداد رویش داره.
اینو دقت کنید. با آب بارون این خارها رویش پیدا میکنن و اگر شما آب قنات رو جاری کنید باغ به وجود میاد. در همین بستر بیابانی مزرعه به وجود میاد و زراعت میتونید بکنید و باغ با زراعت معنی داره. به همین دلیله که یکی از دلایلی که باغسازی در ایران رها شد اصلاحات ارضی بود و این به هم ریختن نظام زراعی در این زمین‌ها و اینکه ارباب‌ها نقشی در مدیریت این نظام زراعی نداشتن باغ رو رها کردن. به تفصیل من در کلاسام صحبت می‌کنم که نقش باغ نقش یک مکانی است برای مدیریت یک آبادی، یک سرزمینی که ایرانی‌ها بهش میگن آبادی و اگر این مدیریت سلب بشه دیگه اون مدیر اینجا حضورش لازم نیست، به جز هزینه و درد سر چیزی براش نداره، رهاش میکنه. در حالی که پیش از اون اصلا این بستر کشاورزی خیال باغ رو زنده میکرد و خیال باغ ارباب رو فرا میخواند، یعنی مرتب ذهنشو انگولک میکرد که تو باید یه باغ بسازی. اصلا ساختن باغ نوعی فراخواندن انسان است برای اینکه باغ او را میخواند تا باغ را بسازد. خب گفتید از دید ناظر از دوردست اینو میبینه، از نزدیک اینو میبینه. چی رو میبینه؟ سردر باغ سبز رو. در باغ سبز یکی از اصطلاحهای ماست. چرا میگن در باغ سبز؟ برای اینکه باغ سبز از پشت در یک جلوه نهانی، یک کرشمه و یک اشوه زیبا شناسانه‌ای داره که میخواد شما از این در عبور کنید برید پشتش. حالا اگر نیرنگی در کار باشه اون پشت خالیه و چیزی نیست و فقط در باغ سبز بوده که به شما نشون بدن، ولی در باغ سبز نشانه از یک جلوه است که چیزی رو فراتر از اون که میبینید در پس خودش پنهان کرده. در رابطه با بیابان و آبادانی باز بحث نگاه ناظر رو فکر میکنم در همین 2-3 مورد فعلا و اینجا باغ از نگاه ناظر سکانس های مختلف داره. ببینید در کدوم سکانس در واقع قرار گرفتید و از نظر زمانی کجا هستید و از نظر مکانی کجا هستید تا بتونیم باغ رو از نگاه ناظر تعریف کنیم. بحث بیابان و آبادانی. ببینید بیابان استعداد آباد شدن داره برخلاف کبیر و این استعداد رو ما مرهون قناتی. آباد شدن هر از گاهی که در مسیر راهی کاروانسرایی ساخته میشه قطعاً اون کاروانسرا در جایی ساخته میشه که آب باشه و اگر اونجا آب بوده باشه آبادی قبلش پدید آمده و اون آبادی با این درختایی که حالا شما وضعیت امروزی رو میبینید اون آبادی شامل مزرعه و باغ هست. اینجا شما میبینید که بیابان داره با نهالکاری تبدیل به باغ میشه. بنابراین اصلا سرزمین ایران همین بستر بیابانی مرا میخواند تا باغ را بسازم. باغ از درون این سرزمین مرا میخواند، میگه بیا و من رو عیان کن. این برداشت منه. یعنی سرزمین ما به ما میگه اون چیزی که در خیالت هست، اون آرمانی که داری رو در این شرایط سخت میتونی متعینش کنی. فقط بیا. و این ما بودیم که رفتیم به سراغش. یاد این شعر معروف شیخ بهایی افتادم، خنده های زیر لب، جلوه های پنهانی. واقعا وقتی که باغ رو از دور دست میبینید یا از نزدیک و با در بستش میبینید یاد این یاری میافتید که خنده های زیر لب، جلوه های پنهانی.
بی وفا نگار من می کند به کار من، خنده های زیر لب جلوه های پنهان. خب موضوع خیلی عاشقانه شد بچه‌ها. همونجاست که بحث ایموشن اتفاقا یکی از حضار درخواست کرده بودن که از تجربه زندگی توی باغ بیشتر تجربه زندگی خودتون توی باغ بیشتر صحبت کنید، که من فکر میکنم اساسا این جمله ها به اون برمیگرده. خب شاید خیلی داستان داره، ولی یک چیزش رو فقط بگم برای که من هنوز که هنوزه اگر در جایی قرار بگیرم که چندین درخت چنار باشن و باد لای برگ‌های این چنارها بپیچه و صدای باد رو از طریق برگ‌های چنار بشنوم، یک دفعه میرم به سن 6-7 سالگی که در باغ این غروب‌ها در شهر ما نیشابور بادهایی می اومد و وقتی که توی باغ بودیم این چنارها برگ‌هاشون به هم می‌خورد و صدا میداد و هنوز منو میبره اونجا. یا اینکه بوی کاهگل رو وقتی میشنوم، باران که روی کاهگل میخوره، من یاد اون پشت بومای باغ میافتم که میرفتیم روش زردآلوهایی رو که چیده بودن که برگه بشه میدزدیدیم. بچه‌ها میرفتیم خیلی کارهای جالب میکردیم. در خاطرات من مربوط به یه بچه‌ای که تا 10-12 سالگی تو باغ بوده. در سنین بزرگسالی خاطرات جذابتری از باغ دارن اونهایی که تجربه کردن. خیلی چیزا هست، حالا دیگه اونا رو میذاریم برای یه جلسه دیگری انشالله. ولی اینا هست، یعنی این زیبایی ها که باغ در واقع بر اساس جلوه های که جالبیش در اینه، اصلا ما در فرهنگمون همش خنده‌های زیر لبه. اصلا فرهنگ ما فرهنگ لخت و عریان و عیان نیست که در آن واحد همه چیز رو شما ببینید و حس کنید و لمس کنید و درک کنید. باید یک صاحب بینش باشید که ببینید. نمیدونم، این رو فکر میکنم قبول داشته باشن حضار. یه فرهنگ شرقی این ویژگی ها رو داره و همیشه همه چیز از یه پشت یه پرده نیمه شفافی خودشو به ما نشون میده. این درهای ورودی باغ‌ها، اینا رو شما مقایسه کنید با گیت های ورودی پارک ها در اروپای قرن 18 19 و حتی قبل و بعدش. خیلی فکر کنم به واسطه امنیت این همه جرز و مساله اینجا ساخته شده و نرده و مشبک نیست. نه بابا، اینجا امنیت برقرار، به حد عالی هم برقرار. چرا؟ چون یک جامعه‌ای دارن اینجا، همزیستی دارن، ارباب و رعیت، در خلاف اون تصوری که در جامعه امروزی اشاعه داده شد. ارباب و رعیت در همزیستی با هم سامان میدادن یک آبادی رو و رعیت به راحتی اجازه داشت از این در باغ بره تو و بیاد و حالا پرچین دامنش هم پر دامنش هم 2 کیلو میوه بریزه توش، اصلا مسئله‌ای نبود. این ساخت و سازها برای اینکه امنیتی باشه که کسی وارد باغ نشه، یا این حصار باغ فقط امنیت در مقابل هجوم یاغیان البته هست. اگر یاغیانی که در مواقع قحطی در این اماکن پیدا می شدن، که شاید نمونهش رو در کتاب کلیدر دیده باشید که چطوری زندگی فشار میاره به اون جان محمد که یاغی میشه. اون یه شخصیت واقعی راستید از زندگی در باغ برای من گفتید. توی باغ برای ما قصه های جان محمد رو میگفتن قبل از اینکه آقای بگید کتاب کلیدر رو بنویسه. خواهیم دکتر به دادم برسید. محمود دولت آبادی هم. بله، آقای دولت آبادی قبل از اینکه کتاب کلیدر رو بنویسه، ما یک پرستاری داشتیم، یه ننه‌ای داشتیم که هم ولایتی این جان محمد بود و قصه های اون رو میگفت، عاشقانه هاش و یاغیگری هاش رو برای ما میگفت. واقعیت این است که یاغی ها بودن و در واقع یه نسل قبل از من کاملا
تجربه این یاغی ها رو داشتن. برای اونه و بعد هم برای این که ما یک اکوسیستمی در این داخل باغ داریم که این اکوسیستم بسیار لطیفه و شکننده و محیط پیرامون که بیابانیه خشنه. زمستانها بادهای سرد و تابستانها بادهای داغ داره، بادهای شندار داره، ریگ روان داره. برای اینه که باغ دیوار داره، در داره و حتی برای امنیت در مقابل یاغی ها برج دیدبانی هم داره. اما در رابطه با خود آبادی هیچ وقت ناامن نیست. و بعد این محیط لطیف پشت یک پرده حفاظت شده که این ورش یک محیط خشنه. البته این منو یاد یک توصیف بسیار بدی در جامعه انداخت که شاید ذهن همتونم به طرفش رفته باشه که دیگه اینجا نمیخوام تکرار کنم، چون این تمثیلی که بگیم باغ اون لطافتی هست که این محیط خشن تهدیدش میکنه در جامعه خیلی زشت و وقیح هست که بخوایم این کار رو بکنیم. این چیزی که خانم دکتر رضوی اشاره کردن یه جوری برمیگشت به لطافت باغ. به همین دلیل باغ در اون حوزه بیوتی میگنجه تا در حوزه سابلاین زیبایی هاش. و اینی که عمرش کمه و اگر حضوری نباشه باغ ناپدید میشه. یعنی حضور باغ هم از بین میره، حضور انسان نباشه حضور باغ هم محو میشه، به علت لطیف بودنشه که خب این لطیف بودن هم خیلی مادی و محسوسه و هم خیلی معنوی و عرفانیه که میشه راجبش خیلی حرف زد در حوزه معرفت شناسی. خب این سردرها ببینید وقتی باز میشه این درخت رو میبینید، این نشون میده باغ این پشته، این دیوار رو میبینید با این درخت، این دوتا درختی که اینجا کاشته شده نماد این است که یک پیشخوان یا جلوخوان، ببخشید پیشخوان نه جلوخوان تعریف کنه. ما غالب باغ‌های ما یه جلوخوان دارن. جلوخوان‌ها به صور مختلف طراحی میشن. یکی از زیباترین و پرداخته ترینشون جلوخوان باغ شازده ماهانه و یکی از ساده ترین و روستایی ترینشون اینجا دیده میشه با دوتا درخت تعریف شده. و این درخت پشت دیوار همون بی‌وفا نگار منه، همون خنده های زیر لبه. این درختی که وقتی در باغ باز شده همون خنده های زیر لبه. خب باغ مرا میخواند حتی اگر که غبار گذشت زمان اونو پیر و فرسوده کرده باشه، در حال نزع باشه، رو به ویرانی نهاده باشه، هنوز آثار حیات درش هست و این محور اصلی اون چه که استخوان‌بندی طراحی باغ و حتی فرم و فضای باغ رو نشون میده، باز حالت خوانش داره، باز حالت کشش داره، جاذبه داره. مثل آهنربا تا این درگاه باز میشه شما کشیده میشید تمام این مسیر رو که 500 متر هست تا تهش میرید که ببینید چه خبره و بعد با یه مخروبه روبرو میشید. و بعد اینجا یک جلوه فاخر، خیلی فاخره، خیلی شکوهمنده. اما چیه؟ شکوهمندی نیست که شما ازش بترسید و ابا داشته باشید از ورود بهش، بلکه کاملا داره پذیراست. خلاقیت های معمارانش با این همه گشودگی که به قصد اشراف به محیط اطراف و نظاره محیط طراحی شده، جاذبه ایجاد میکنه که پذیرای شماست. و بعد این درخت ها دوباره همون اشوه های پنهانی و این همون جلوخانی که گفتیم که دارن همه قالب باغ‌های ما از صورت‌های مختلف بهره‌مند هست. ما هنوز داریم تو حوزه حسی و بعد احساسی صحبت میکنیم. اینجا هم ببینید خیابان باغ عنصر اصلی ساختار دهنده به باغ ایرانی با این درختانی که چون برگ سوزنی بودن علیرغم بی‌آبی زنده موندن و بعد کردهایی که تبدیل به بیابان شدن
و ساختمانی که تبدیل به آوار شده، یک بنای معماری. باغ در معماری حضور داره، همونطور که گفتیم باغ در قالیمون حضور داره، باغ در کاشیمون حضور داره، در معماریمون حضور داره. نه این که بریم توش و نقوش گچبریشو ببینیم یا کاشیکاریاشو ببینیم یا مثلا نقش و نگارهایی که رو در و دیوارش هست، بلکه خود این معماری، این فرم به ما میگه که مختص باغه. این فرم با باغ معنی داره و بدون باغ معنی نداره. اینجاست که حضور باغ رو در همه مظاهر فرهنگی ما میبینیم. اون بحث شناخت که خانم دکتر مطرح کردن، باغ ایرانی بازنمایی طبیعت یا ریپرزنتیشن نیست. یکی از تعریف‌های هنر در دوران مدرن ریپرزنتیتیو بودنه، ولی باغ ایرانی بر اساس شناختی که از یک ماهیت‌ها، حالا نمیخوام به حقیقت ربطش بدم فعلا، از یک ماهیت‌ها ما داریم، ماهیت آب و جریان آب که یک راسته مستقیم بهترین مسیر میتونه براش باشه. فضای خلق میشه که بهش میگیم خیابان، با آب تعریف شده و این خیابان در اساس یک شناخت دیرینه در خیال باغ ایرانی ما حاضره، در تعین باغ ایرانی ما حاضره. پس وقتی که یک همچین فضایی میبینیم، اولا باغ، ثانیاً ما رو میخواند. این فضا ما رو میخوانه به علتی که آشناییم براش، به جا میاریمش، دوستیم باش، رفیقیم باش. باغ مرا میخواند از هر جایی که ممکن باشه، از در ورودیش، از داخل این عمارت برید یا داخل کوشک برید و از ایوانهای کوشک یا عمارت باغ رو نظاره کنید، باغ شما را میخواند. یا برید روی عمارت سردر، یا برید روی یک برج، کوشک‌های مطبق. هر جا که دریچه‌ای باز بشه به این فضای آشنا و شناخته شده، شما رو به خاطر دوستی و رفاقتی که باهاتون داره به خود میخواند و شما هم او رو در آغوش میگیرید و او رو میخوانید برای خودتون. خب این فضاهایی که در درون باغ طراحی میشه و باغ دریچه‌ای به باغی باز میکنه که یک دریچه آشنا و شناخته شده است. شناخت اولیه و حسی تا شناخت چی؟ لایه‌های عمیق‌تر، احساسی، و تا شناخت عاطفی و تا شناخت باطنی. همه اینها حاصل یه شناخته که ما رو جذب خودش میکنه، از منظر بصری گرفته تا لایه‌های عمیق، و جلوه‌گری میکنه و جلوه ها آشناست برامون، غریبه نیست. من خیلی بی سلیقه‌ای الان کلام شما رو قطع کنم، اما چون با آستانه 2 ساعت داریم نزدیک میشیم و 2 تا سوال مطرح شده، میخوام خدمت بسیار عالی، بسیار عالی، لطف میکنید. عذر میخوام اتفاقا خانم دکتر فرمایشتون بسیار خوب قطع میکنید. درست اسلایدی که تموم میشه شما صحبت رو قطع میکنید که بسیار به موقع. خیلیسه. 2 تا مطلب رو عزیزان مطرح کردن که من نمیدونم جای پاسخ دادنش در این جلسه هست یا شما ترجیح میدید جلسه آینده در خصوصش صحبت کنید. مطلب اول در تکمیل یا در واقع پاسخ به صحبت‌های شماست در خصوص پاسخ به محیط دادن. یکی از عزیزان معتقدند که حالا به بیان خودشون نوع مداخله انسان در هنگام ایجاد باغ تراشیدن پیکر باغ است از محیط. ارجاع میدن به اون جمله معروفی که میدونیم در خصوص مجسمه ساز گفته که سنگ را میبینم فرشته‌ای در آن اسیر شده، آنقدر میتراشم که فرشته آزاد شود. با ارجاع تقریبا با تلمیح همین مطلب گفتن که واقعا از دل طبیعت، از دل محیط تراشیده می شود باغ ایرانی. حالا نمیدونم جای باز کردن همچین تعبیری الان فرصت هست در انتهای جلسه یا خیر. اگر نیست میتونیم ازشون خواهش کنیم در جلسه آینده حضور پیدا کنن. اسم کاملشون رو من نمیدونم، به نام معماری قم وارد جلسه شدن و اتفاقا جای بحث زیاد داره. اگر
این تراشیدن از طبیعت رو من برای مجتمع‌های زیستیمون مثل آبادی‌هایی که سکونتگاه‌های روستایی رو داره یا سکونتگاه‌های شهری و بناهای معماری رو در خودش جای داده بیشتر میپذیرم و باغ رو تراشیدن طبیعت که ازش زاییده بشه و در بیاد نمیبینم. باغ رو یک رویش میبینم من، یک چیزیست که در طبیعت بذرش هست و رویانده میشه. اینجوری میشه بحث رو، حالا میشه کاملا بحث و جدل طولانی هم راجبش داشت. بله، تعبیر نزدیک به این در کتاب کریستوف ژیرو هم هستش که فکر میکنم هنوز ترجمه هم نشده، استاد دانشگاه UTH زوریخ. حالا شاید هفته آینده، نوبت آینده، نمیدونم جلسه بعدی ما کی باشه، در خدمتون باشیم راجبش صحبت بکنیم. یکی دیگر از عزیزان هم با عنوان با اسم ماندگار آتش‌تر در مورد این مطلب صحبت کردن که در استان‌های شمالی بارش و کنترل آب کنترل شده نبوده. آیا باز هم باغسازی انحصار اربابان بوده؟ این رو هم نمیدونم. الان تمایل دارید در موردش پاسخ بدید؟ کوتاه میگم ولی بحث مفصلش اینا همه میشه بعد، یعنی وقتی راجع به باغ‌های اربابی صحبت کنیم میشه این سوال‌ها رو مطرح کرد. اتفاقا اونجا هم بحث کنترل آب خیلی جدیه. ما میبینیم شاه عباس وقتی که باغ عباس آباد رو در بهشهر میسازه اصلا مبنای کارش کنترل آبه که در واقع یک بندی ایجاد میکنه، به واسطه بند دریاچه‌ای درست میشه که منظر اصلی باغ رو در جلوی عمارت باغ اون دریاچه ایجاد میکنه، کوشکی گرچه کوچک شاید در حد آلاچیق در اون دریاچه ایجاد میکنه، ولی هدف اصلیش کنترل و تنظیم آب برای مزارع. بعد هم باغ‌های اربابی و باغ‌های حکومتی داریم که من کم کار کردم روشون، ولی تا جایی که میدونم وقتی باغ اربابی میشه کار اصلی درسته که بارش هست، ولی این تنظیم آب، تقسیم آب و کنترل آب یکی از وظایفی است که اونجاها هم به نوع خودش متفاوت با محیط‌های بیابانی، نوعش رو من نمیشناسم باید تحقیق کرد، ولی به نوع خودش حضور داشته که باز بحث تفصیلیشو باید با تحقیق پیش برد که من تحقیقی روی نحوه تقسیم و تنظیم آب ندارم، ولی مطمئنم که همه جا بحث تقسیم و تنظیم آب مطرحه، چقدر چه بارش ها رو داشته باشیم چه نداشته باشیم. بله من فکر کنم که می شود افزود به فرمایش شما، در تایید فرمایش شما، بحث فقط تقسیم و تنظیم آب هم نیست، سلامت منابع آبی حتی در مناطقی که فراوانی آب هم دارن موضوعه و زیرساخت‌های جدی میخواد. ما در مناطق شمالی هنوز هم حتی عصر حاضر هم موضوع سلامت منابع آبی چه طبیعی چه انسان ساز، چه اونایی که انسان ساز مدیریت شدن رو داریم، یعنی آلوده نشدنشون. بنابراین به هر حال یک واقعا اونجا بیشتر داریم. بله. اونجا این که شما فرمودید بیشتره چون آبها بیشتر عیانن. بله. در مناطق بیابانی آب قناته. بله. در مناطق بیابانی آب پنهان در زیر زمینه و امکان آلوده شدنش محدوده و در مناطق شمالی بسیار موضوع جدی هست. درست می‌فرمایید. من فکر می‌کنم خانم دکتر انقدر فرمایش شما شیرین بود واقعا دلم نمیاد بحث رو خاتمه بدم. حتی از یکی از سوالات خودم هم گذشتم، منتها فکر می‌کنم خوب شد که این کار کردم، برای اینکه فکر می‌کنم شما هم در فرمایشتون به بحث‌های مربوط به بعد فرهنگی باغ در تمدن ایرانی هنوز نرسیدید. این سوال من هم بیشتر موکول به بحث بعد فرهنگی در واقع جهان ارزشی و فرهنگ تمدنی ایران زمینه که صبر میکنم موقعی که به اونجا رسیدیم مطرح میکنم. اگر اجازه بدید در انتهای صحبت فقط این نکته رو عرض بکنم برای حضار که حالا من خودم هم در شرح باغ ایرانی میدونم مطلب زیاد گفته شده و نوشته شده، حتی کار به جایی رسیده که بعضی از مخاطبین غیر ایرانی ما در محیط‌های آکادمیک موقعی که ما میخوایم بحث باغ رو شروع بکنیم مؤدبانه به ما میگن که، یعنی مؤدبانه پیشنهاد شنیدن این مقوله رو رد میکنن و استدلالشون هم اینه که خب بالاخره مطالب نفیسی در این خصوص نوشته شده، یعنی دیگه ما سیری ایجاد کردیم از این بابت. استنباط همیشگی من این بود که مطالبی که در حوزه باغ ایرانی نوشته شده لحن خطابه‌ای جدی داره
و خب لحن خطابه‌ای حالا قالب رمانتیک داره خیلی از این متونی که نوشته شده یا سخنرانی که انجام شده. لحن خطابه‌ای قرار هیجان انگیز باشه، قرار مخاطب رو منقلب بکنه و این فراخوانیش اگه نگیم دلزدگی صورتی از سیری ایجاد کرده. در مقام دانشجو هم گاهی اغلب کلام که خطابه‌ای میشد من هم نگران میشدم، برای اینکه متوجه میشدم که گوینده قصد داره که در من هیجانی رو برانگیزه و من هم پرهیز میکردم از اینکه در این دام گرفتار بشم. اما این روزها به دلیل اینکه شاید سنم بالاتر رفته، پیرتر شدم و